سلام دوستان، با کانال نکاتو خوش آمدید. هواپیماها یکی از بخطرترین راههای پروازی را در اختیار ما میگذارند و بسیاری از مردم هنوز سفر کردن با راههای هوایی را میپسندند. اما تصور کنید که در یکی از همین پروازها هزاران متر بالای زمین در آسمان همین حادثه روی دهد. شما چیکار میکردید؟ در ویدیوی امروزه همین حادثه های عجیب و ترسناکی که در درون هواپیماها ثبت شده است را یک جای تماشا میکنیم. پس تا آخری برنامه با ما باشید و لایک موندن رو فراموش نکنید. салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Некатоб ва сарпаси барномаи имрӯзаи канали Некатоб. ин ширкати 1x мебошад ки силкаша ман дар аввалин комментария закрепит карда мемонам. касоне ки мефаҳмед ин чӣ ширката метавонед дуроен бозиҳотонро давом додан гирем ва промокоди некар истифода барем. ба шумо $100 бонус метиҳанд ки барои депозити аввал ба шумо хеле ёрдам мекунад. хайр дӯстони азиз, силка дар аввалин комментария закрепит карда гай боқӣ монда видеоро тамошо мекунем. рафтем. این ویدیو در یکی از هواپیماها در مکزیک ثبت شده است. مسافرانی که در حال پرواز بودند در بالای سر خود این ماری زنده را می‌بینند. چگونه این ماری افی به درون هواپیما در آمده است کسی نمی‌داند. با دیدن این مار مسافران حیران شده بودند و خیلی ترسیده بودند، زیرا هیچ کس در درون هواپیما تا حال مار را ندیده بود. بعد از آن چند تن از مسافران با یاری ادیال‌ها این مار را قاپیده گرفتند. درباره یافتن بمب‌ها در درون هواپیما و یا فرودگاه هر روز خبرهای نو میشنویم، اما این حادثه در یکی از پروازهایی که از طرف پاناما به تورنتو میرفت دیده شد. اینجا یک جوان 25 ساله از جایش خسته فریاد زد که دور شوید، به من نزدیک نشوید، من در بدنم بمب دارم. از سببی که هنوز هواپیما پرواز نکرده بود، پلیس زود به جای حادثه آمد. پلیس جوان را تسخیر کرد و دید که هیچ بمبی در دستش نیست و معلوم گشت که این جوان بیماری روحی داشته است. این جوان داد زده میگفت که من نه تنها این هواپیما بلکه تمام جهان را میترک کنم، چون که روز تا روز در اینجا نرخ تماکو بلند میرود. پلیس این جوان را با آسانی از درون هواپیما دستگیر کرده برآورد، اما مسافران بیچاره همه تلخ کف شده بودند. ماه ایولی سال 2019 یک زن و شوهر از میامی به لس آنجلس سفر میکردند. قبل از آنکه هواپیما به آسمان پرد، درگیری بین زن و شوهر پیدا شد به خاطر که مرد به یک زن دیگر نگاه کرده بود. مرد که از وقوق زیادی زنش خسته شده بود میخواهد آنجا را ترک کند، اما همسرش اول با نوتبوک به سرش میزند و بعد با مشت‌هایش او را ادب میکند. اما این پایانی جنجالی آنها نیست. زن برگشته میآید و وسایلش را میگیرد و دوباره از پس مرد میرود. مرد بیچاره باید فاتحه اش را بخواند. جنجال مسافران در درون هواپیما شاید یک کاری عادی باشد، اما چی می شود اگر خلبان‌های یک هواپیما با هم درگیر شوند؟ حادثه به این مانند در یکی از پروازها در سال 2012 روی داد. خلبان‌ها خط پرواز را ترک کرده با هم به جنجال مشغول شدند. این هواپیما از نیویورک به لاس وگاس سفر میکرد، اما یکی از خلبان‌ها یکباره از جایش خسته فریاد زد که خدای خود را یاد کنید، ما به لاس وگاس نمیرویم، ما به عراق میرویم. او مثل دیوانه ها سخن میگفت. خلبان دیگر میخواست او را آرام کند، اما کاری آنها به جنجال کشید. با دیدن جنجال خلبان‌ها همه مسافران وحشت زده شده بودند. بعد این خلبان دیوانه را گرفته از هواپیما بیرون بردند. این هواپیمای بوینگ 747 است که مسافت زیادی را از لندن به نیوزلند سفر میکرد. این هواپیما باید در هند، مالزی و استرالیا توقف کرده بعد سفرش را دوام میداد. بعد از پرواز از فرودگاه حادثه عجیبی روی داد. ناگهان داخل هواپیما پر از دود شده، از پنجره خلبان جرقه‌های روشنی دیده شد. این حادثه به زبان خلبان‌ها آتش سنتلیپو نام دارد که بعد پیدا شدن طوفان بالهای هواپیما به این رنگ در میآیند. اما در این حادثه تمام هواپیما به این رنگ دیده میشد. موتور هواپیما نیز از کار مانده بود. مسافران فکر میکردند که این آتش کبود رنگ از موتور هواپیما است و حاضر همه‌شان میمیرند. بعد به طور معجزه موتور هواپیما دوباره گیران شد و 248 مسافر در فرودگاه جاکارتا فرود آمدند. اگر در ترین های هوایی سوار شده باشید میدانید که چقدر هیجان انگیز ولی ترسناک است. اما چه گپ می شود اگر هواپیمای شما در حال پرواز در آسمان به یک ترین هوایی تبدیل شود؟ چون این حادثه سال 1988 در هواپیمای بوینگ 737 روی داد
که سقف هواپیما کنده شده به هوا پرید. در این زمان هواپیما در بین شهر هیلو و هانولولو در پرواز بود. در اثر فشار زیاد هوا سقف هواپیما از بالای سر 6 ردیف اول کنده شد. برای این مسافران هواپیما به یک ترین هوایی تبدیل شده بود که با سرعت 350 کیلومتر در ساعت در حال پرواز بود. در آن بلندی حرارت هوا مینوس 45 گرادوس بود. بند کردن هواپیما در این حالت برای خلبان خیلی مشکل بود، چون که بعد از آن هواپیما با یک موتور کار میکرد. اما خلبان با استفاده از تجربه خود با سلامتی و به یگان آسیب فرود آمد. هیچ مسافری هم در این حادثه ضرر ندید. تا حال فهمیده اید که کسی از درون هواپیمایی در حال پرواز برآمده بعد سفر کند، اما این غیر امکان نیست. سال 1990 خلبان با نام تین لانکاستا که از انگلیا به اسپانیا سفر میکرد با این حادثه روبرو شد. 30 دقیقه بعد پرواز شیشه پیش هواپیما شکسته به هوا پرید. خلبان از شدت شمال زیاد به بیرون پرید، اما پایهایش در کابینه محکم شد. همکارانش زود پایهای او را داشتند، اما بدنش از شدت شمال سخت به هواپیما چسبید. خلبان دوم حرکت را به عهده گرفته در یکی از فرودگاه‌های نزدیکترین به زمین فرود آمد. هرچند که در قسم دست و جاغ او شکستگی‌های دیده می‌شد، اما جان او به سلامت رسید. بعد از تحقیقات زیاد معلوم گشت که یکی از بالت‌های شیشه این هواپیما به خوبی محکم نشده بود. شاید تعجب کنید اگر فهمید که یک پرنده کوچک سبب افتادن هواپیما می شود. حادثه به این مانند در خط ایرباس A320 در ایالات متحده آمریکا سال 2009 روی داد. چند دقیقه بعد از پرواز این هواپیما با گروهی از پرنده ها مواجه می شود. پس از برخوردن به این پرنده ها از موتور هواپیما آتش بلند می شود. خلبان به خطهای زمینی خبر می دهد که می خواهد به عقب برگردد. اما او بعدتر فهمید که این هواپیما نه به عقب گشته می تواند و نه به مدت زیاد پرواز کرده می تواند. جان 150 مسافر در حال خطر بود. اما این خلبانی با تجربه پس از مدت در روی رودخانه هاکسول به زمین نشست. هرچند که بعد فرود آمدن این هواپیما ویران شد، اما یگان آدمی درونش آسیب ندید. این فرود وحشتناک هواپیما سال 2008 در هامبورگ آلمان ثبت شده است. تا سال 2010 FBI این تصویر را مورد تحقیق قرار داد، زیرا چنین حادثه دیده می شد. در این هواپیما 132 مسافر حضور داشتند. در وقت نشستن این حادثه با هواپیما روی می دهد. با گفته خلبان این هواپیما از کنترل برآمده بود. هرچند که طوفان شدیدی بود در آن حالت، اما آنها چنین حادثه شدنش را انتظار نبودند، چون که در یگان جای هواپیما یگان کمبودی دیده نمیشد. با گفته این خلبان گویا که در آن لحظه این هواپیما را کسی دیگر کنترل میکرد. پس از آنکه که هواپیما چنین اداره می شود به زمین می نشیند، اما دوباره پرواز کرده به یک فرودگاه دیگر فرود می آید. فرود هواپیما به یک فرودگاه دیگر موفقیت آمیز انجام شد و یگان مسافر آسیب ندید. تشکر که تا آخر ویدیو با ما بودید. برای بخبر نماندن از ویدیوهای نوبتی ما به کانال ابونه شوید. لایک ماندن را فراموش نکنید.